سلام به همگی. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من اولین پست رو حدود یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش گذاشتم و اتفاقایی که افتاد دیگه متاسفانه اصلا نتونستم فعالیتی داشته باشم توی چنلم. یعنی اصلا اومدم استارتو بزنم همه چیز به هم ریخت و در نتیجه من اصلا نه انرژیشو داشتم، نه روحیه‌شو داشتم و نه توانشو، اصلا نمیتونستم که ادامه بدم. برنامه داشتم منظم هفته‌ای 2 تا کلیپ بذارم، ویدیو آپلود کنم توی چنل یوتیوب. خب استارتش هم زدم ولی متاسفانه هیچ چیزی بر طبق برنامه‌ریزی من، بر طبق میل و خواسته من پیش نرفت و خب اتفاقایی افتاد که هممون ناراحت شدیم. من همچنان از نظر اینکه بخوام فعالیتی داشته باشم آنچنان میتونم. البته من هنوز واقعا استارت چنل من هنوز شروع نشده، اصلا کسی نمیدونه که اینجا چه خبر هست، ولی خب دوست دارم که بیام اینجا صحبت بکنم و دوست دارم که یه سری ویدیوهایی بذارم. من اخیراً به این نتیجه رسیدم، من قبل از این دوست داشتم که چنل بیشتر حالت اینفورمیتیو، حالت بیشتر اطلاع رسانی باشه در زمینه‌های مختلف، توی قسمت‌های مختلف که خب بالاخره تجربه دارم با همه به اشتراک بذارم، ولی خب نشد. و الان داشتم به فکر می‌کردم که یه سری کلیپ‌های تاریخی بذارم و بیشتر از تاریخچه کشور خودمون بذارم، چون من حس میکنم قبل از همه خودم خیلی اطلاعاتم کمه. من زمانی که مدرسه میرفتم خب همون کتابای تاریخ رو خوندم و الان واقعا چیز زیادی از اون موقع یادم نمیاد و یه جوری فکر میکنم اون موقع فقط برای نمره گرفتن بود که خوندم و نمره رو گرفتم، بعدش هم به فراموشی سپرده شد، تموم شد و رفت. ولی خب الان واقعا دوست دارم بدونم که چه خبره، خصوصا با توجه به اتفاقات اخیر یه ذره بیشتر علاقه من شدم به این بخش و دوست دارم که بدونم قبلا چه خبر بوده، تاریخچه شروع، اتفاقایی که افتاده تو دوره‌های تاریخی مختلف، دوره‌های پادشاهی مختلف، از ابتدا دیگه. من نمیدونم در چه حد میتونم موفق باشم، بله خب تلاش خودم میکنم.